امام صادق علیه السلام فرمودند تمام این بشریت و انسانها دنبال یک انتخاب درستند. لذا انتخاب ها رو ببینید توی این عالم از کجا میتونیم انتخاب هاشون رو تشخیص بدیم؟ از برنامه‌ای که برای خودشون انتخاب میکنن. کدام برنامه؟ برنامه‌ای به نام دین. این نکته رو بگم، اگر یه جایی یک جوونی به شبهه‌ای برخورد کرد، به یک عملی، به یک رفتاری، به یک منظوری، به یک حرف نادرستی، سریع ربطش ندید به دین. مشکل از دین نیست، مشکل از دینداری ماست. دین به نوبه خودش مسلط و ثابت است، ایرادی نداره. لذا هر جایی هر کسی انتخابی کرده، یکی مسیحی، یکی یهودی، یکی بودایی، یکی اسلام. حالا تو بحث تشیع وارد میشیم، زیدیه، اسماعیلیه، جعفری. انتخاب خیلی مهم است که چگونه میخوایم انتخاب بکنیم.